گوشین نفهمم کی باشه. یکم مهمون ایدا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. پرسم همینجا خانه ملاحت چون یک ملاحت دختر گفتنی سرش خیلی زردکه همون دخترش شما نمیشناسین. خب اوتا نداره نمی اوتاش بگو کو. نمی آتش هم راستی گفت من نمیدونم. چیکارش میکنی؟ تو چیکار داری و اون دخترا؟ من راستی گفت نه وایرسی اومدگی مکو زنگیرم. ما در آدرس دادم گفتن همون خانه ملاحت چون همی کوچه دای برای هوای اومدگی هم. ها تو فهمیدن کی چه خرید دخترا یا؟ فهمیدی اکا فهمیدم. اکا اینا که راست میری؟ این همجا استالبای دو خوشه میشه که استالبای دو خوشه قدی با اون طرف کش تو بخبره شپنگ میشه. همین شپنگ میگذاری کوتالا که میبره هواری میشه هم که میدونچه هم بری میدونچه یا داری کبوتر نه ساوزش نمیدونه هم خونش. نه داری ساوز نه داری شپنگ میری دستی چپ میفرستی. تو فهمیدی من کدومی ملاحت میگم؟ میدونم براتن ملاحتی نه وقت آخی. من فهمیدم من ملاحت تو میگی اون وقتش در خطی همون ملاحت گفته است. فهمیدم من فهمیدم با پیش تو اونو قصه وایکو اول خطی شکر فروش بود. ازبک شکر فروش ازبک بچک نوش چه؟ اولوغبک همونجا شید بعد ترد که دید کم نت توی با خطی ما چی انا همون رو گفته است فهمیدی اخی؟ او جناب داخی خونه نه خیلی همونجا هم کوتاله که برو آمده که هواری ده همونجا در که او دختر نمیخیل دختره اگر که دختری بزه میشید در این قشلاق ما همه ما در عروس نمیشید دختری پیش قشلاق مونه های کاکا یگان جای سوختن نشینه است. فهمو اکا رحمت باشه که های که راست تکی راست رحمت اکا های که این چی بزدی خود ها؟ اما کاوالرو را تو نقل کردی. نباید کسان باشه زدی خود میزنم. در سب داره در این گپای خمونی مالک سمت ترمجه نیشی